سلام خیلی خوش اومدید به یک ویدیو یوتیوب دیگه با من. قراره توی این ویدیو راجع به یک برنامه 30 روزه باهاتون صحبت کنم که به درد 2 دسته از افراد میخوره. به درد 2 دسته از افراد خیلی میخوره، اما افراد دیگه هم خیلی میتونن از این ویدیو استفاده کنن. دسته اول افرادی هستن که قصد شروع فعالیت در این اینستاگرام رو دارن، که میخوان کسب و کارشون رو تازه در این اینستاگرام شروع کنن و دوست دارن حالا یک کسب و کار برای خودشون داشته باشن. دسته دوم افرادی هستن که فعالیت رو در این اینستاگرام شروع کردن، اما اون نتیجه‌ای که باید میگرفتن از پیجشون رو نگرفتن و فالوور زیر 1000-2000 نفر دارن و هنوز پیجشون خیلی کوچیکه، فعالیتشون اونجور که باید جدی نشده و به درد این 2 دسته افراد خیلی زیاد این ویدیو میخوره و قراره من یک برنامه 30 روزه بهتون بدم. توی 3 پارت ویدیو، پارت اول راجع به 10 روز اول برنامه قراره با هم صحبت کنیم، پارت دوم راجع به 10 روز دوم، پارت سوم راجع به 10 روز سوم. و این برنامه رو اگر گوش کنید، بنویسید، یعنی موقع گوش کردن این ویدیو یادداشت کنید و عمل کنید و انجام بدید، قطعا نتیجهش رو خواهید، چون که من خودم این برنامه رو انجام دادم و واقعا نتیجهش رو دیدم. بریم سراغ ویدیو. بزن بریم. خب قبل از اینکه من بخوام اصلا بحث برنامه رو براتون باز کنم، میخوام چند تا نکته بهتون بگم. لطفاً ازتون میخوام با شنیدن این برنامه برید انجام بدید، چون که تا انجامش ندید هیچ نتیجه‌ای نخواهید گرفت و اگر انجام بدید قطعا نتیجهش رو خواهید دید. این یه مورد دوم، اگر این برنامه رو خوب انجام بدید قدرت آنالیزتون خیلی افزایش پیدا میکنه، یعنی شما میتونید آنالیزگر حرفه‌ای بشید و شما با آنالیز کردن پیج‌های رقبا، با آنالیز کردن کسب و کارهای بزرگ دیگه خیلی میتونید توی کسب و کار خودتون موفق‌تر باشید. کلاً آنالیز کردن، بررسی کردن دیگران، یاد گرفتن از تجربیات دیگران خیلی میتونه به کسب و کار شما، پیج شما و تولید محتوای شما کمک کنه. و مورد سوم، ما قرار چند تا ویدیو توی این برنامه بسازیم، تولید محتوا کنیم، اما قرار نیست هر تولید محتوا، هر ویدیویی که گرفتیم رو داخل پیجمون آپلود کنیم. گاهی اوقات یه سری از ویدیوها رو میگیریم تا تجربه کسب کنیم، یه سری از کارها رو انجام میدیم صرفا برای تمرین کردن، برای اینکه دستمون بیاد که قراره چیکار کنیم و یه حرفه‌ای‌تر پیجمون رو جلو ببریم و شروع کنیم. بریم سراغ برنامه. روز اول این برنامه قراره ما چیکار کنیم؟ من قراره روز اول این برنامه تکلیف خودمون رو با خودمون مشخص کنیم، اینکه قراره اصلا چه پیجی بزنیم، حیطه کاری من، حوزه کاری من چی هستش. پیج من خدماتیه، پیج من آنلاین شاپ، فروشگاه آنلاین شاپیه، پیج من آموزشی هستش، لایف استایل و بلاگریه. چه پیج قراره بزنم، موضوع پیج من چی هستش و بعد میام هدفم رو از زدن پیج مینویسم. اینکه من قراره کسب درآمد کنم، قراره که هر روز کسب و کارم رو گسترده کنم و قراره چیکار کنم، هدف من از زدن این پیج چیه. و سوال و چیزی که باید، مورد سومی که باید بنویسید، شرح کامل راجع به کسب و کاری که میخواین راه اندازی کنید داخل این اینستاگرام، راجع به پیجی که میخواین داخل این اینستاگرام بنویسید. اینکه یوزرنیم من باید این پیج باشه، میخوام راجع به این موضوع داخل پیجم صحبت کنم، قرار مثلا آنلاین شاپ لباس بزنم، لباس برای نوزادان، قرار تم پیجم رو این رنگی بزنم، قرار اینجوری تولید محتوا کنم، قراره اینجوری برندسازی کنم و یه شرح کامل راجع به اون کسب و کاری که میخواین بزنید، اون مدلی که میخواین پیج بزنید، اون سبکی که میخواین کار کنید بنویسید و بگید که قراره چیکار کنید. هر چی دوست داشتید بنویسید و هر چی که تو ذهنتون هست رو بیارید روی کاغذ و بعد بیاین بررسیش کنید و بگید خب قطعا این قابل اجراست، اینجوری باید جلو بریم و بیاین نظم بدید به ذهنتون، نظم بدید به کارتون و به پیجتون. این برای روز اول. روز دوم ما میخوایم یک پیج ردیاب بزنیم. پیج ردیاب دوستان یک پیج جدید بزنید و پیج کاملا باید پرایوت باشه، شخصی باشه و اصلا اسم پیج مهم نیست، پروفایل مهم نیست، چیه اون پیج مهم نیست، فقط یه پیج میزنید، چون که قرار ما از این پیج کلی چیز در بیاد. یه پیج شخصی که پرایوته،
که اصلا شاید پروفایل نداشته باشه، یه اسم من اسم این پیج رو میذارم پیج ردیاب، چون که باید در بیارم خیلی چیزا رو. ما کلا از اول تا آخر برنامه انگار با این پیج کار داریم، پس زدن این پیج خیلی مهمه. من این پیج رو زدم. خب میام چیکار میکنم؟ میام 20 تا از حرفه‌ای ترین های حوزه کاری خودم رو فالو میکنم. 20 تا از اونایی که خیلی حرفه‌ای در حوزه کاری من، اصلا 1,000,000 2,000,000 500K از 500K به بالا فالوور دارن و برند شدن برای خودشون. یعنی الان اون حوزه رو با این افراد میشناسن همه. میاد اونا رو فالو میکنید با سرچ کردن، با اکسپلور گردی، با همه کلا با سرچ کردن شما میتونید این پیجا رو در بیارید. حالا بعد میایم 10 تا پیج خارجی فالو میکنید. 10 تا پیج خارجی. حالا خواهم من پیج خارجی از کجا پیدا کنم؟ پیج خارجی خیلی خفن در حوزه کاری خودتون. این پیج خارجی میشه چی؟ اینو میتونید از چت جی پی تی بپرسید. چت جی پی تی خیلی میتونه بهتون کمک کنه. هوش مصنوعی چت جی پی تی خیلی میتونه بهتون کمک کنه که شما 10 تا پیج خارجی که لایکاشون بالای 1,000,000 ویوها خیلی بالاست، یعنی حرفه‌ای تو این زمینه دارن کار میکنن رو فالو کنید. پس الان شد من 30 تا پیج باید فالو کنم و کلا 10 الی 20 تا پیج دیگه هم که متوسطه، یعنی مثلا فالوور 40K 100K، یا همه، یعنی کلا من 50 تا فالوینگ باید داشته باشم. خب که این 50 تا 20 تاشون نخبه های کارمن، حرفه‌ای های کارمن، رقبای خیلی شدید بزرگ. 10 تا از این پیج ها، یعنی 10 تا از این پیج ها پیج خارجی خیلی خفنن. 20 تا پیج متوسط حوزه کاری من هستن. اینا رو فالو میکنم. روز دوم به پایان رسید. روز سوم قراره چیکار کنم؟ روز سوم اکسپلور گردی، کاری که خیلی میکنه. اول از اینکه چون که پیج نوپا هستش و پیج جدید زده شده، هنوز اکسپلورش صفره و فقط چون که ما یه سری چیزا فالو کردیم شاید تو اکسپلور ما دو تا محتوا طبق فالوینگ های ما بیاد. اول برید چند تا ویدیو از پیجایی که فالو کردید رو ببینید، لایکشون کنید. اونایی که میبینید خیلی ویو بالایی دارن، خیلی خوب هستن رو سیو کنید. خب کلا اکسپلور گردی کنید. حالا توی این اکسپلور گردی باید چیکار کنید؟ محتواهای 20 تا 10 الی 20 تا محتوا که به نظر خودتون خیلی خوبن و ویو بالایی گرفتن، لایک بالایی گرفتن، کامنت بالایی گرفتن، شیر بالایی گرفتن رو، مثلا ویو بالای 500K باشه، اینها رو بیاین 20 تا محتوا، 20 تا ریلز خیلی خوب سیو کنید. بیاین سیوشون کنید. پس شد 20 تا ریلز سیو کنید. اکسپلور گردی تو چه 2 ساعت میتونید این 20 تا ریلز رو سیو کنید. نیازم نیست 2 ساعت یک کوب برید، نه، بینش تایم بذارید 30 دقیقه و کلا 2 الی 4 ساعت اکسپلور گردی کنید و 20 تا ریلز سیو کنید. روز سوم روز چهارم میرسیم به روز چهارم. روز چهارم قرار چیکار کنید؟ قراره برید سراغ پیج های ویدیوهایی که سیو کرد. 5 تا پیج از اون ویدیوها بیرون میکشیم. 5 الی 10 تا پیج از اون ریلزایی که ما سیو کردیم اونا رو بیرون میکشیم و میایم یوزر نیمشون رو مینویسیم، تعداد فالوور رو مینویسیم و بعد میایم پیج رو آنالیز میکنیم. چقدر مثلا محتواهاش اینقدر ویو داشته، چقدر بیوگرافیش برام جالبه، چقدر عکس پروفایلش عکس باحالیه، نیمش هم خیلی نیم خوبیه، یعنی در زمینه کاری خودش خیلی نیم خوبی زد و میاین آنالیز میکنید. هر نکته‌ای که به دیدتون رسید بنویسید. یادداشت بچه‌ها، اگر تو ذهنتون اینو آنالیز کنید ذهنتون فراموش میکنه، اما اگر بیاین روی کاغذ این میمونه. بعد برمیگردید به آنالیزاتون نگاه میکنید. حتما بنویسید. خیلی این نکته مهمیه. روز پنجم حالا میایم چیکار میکنید؟ 5 الی 10 تا از اون ریلز های هرچی بیشتر بهتر. بچه من دارم یه عدد حدودی میدم، اما هرچی بیشتر این کارو کنید بهتره برای خودتون. روز پنجم میایم 5 الی 10 تا از اون ویدیوهایی که سیو کردید رو ریلز ها رو آنالیز میکنید. پیج رو مینویسید، تیتر ریلز هم مینویسید، یوزرنیم پیج، تیتر ریلز، بعد آنالیز. هر نکته جالبی، هر
چیز جالب و مثبتی که اون ریلز داشت رو بنویسید. چقدر قلاب اولش باحال بود، چقدر مثلا اون دعوایی که پشت سر اون فرد داشت میشد توجه مخاطب رو جلب کرده بود، چقدر محتوای کاربردی بود، چقدر راشهای ویدیو راشهای درستی بود، چقدر مثلا ترکیب رنگ سبز و طوسی برام جالب بود، چقدر بک‌گراند جالبی بود. اون موقع که ویدیو زوم شد خیلی جالب بود به نظرم. همه اینها رو بنویسید. خب میریم سراغ روز ششم. روز ششم ما دوباره اکسپلور گردی داریم. حالا روز ششم قرار چی کار کنیم؟ دوباره ما میایم داخل اکسپلور میگردیم، اما این دفعه برعکس. ویدیوهایی که ویو پایین دارن، ویوشون پایین 100K پایین 200K هست رو سیو میکنیم. دوباره 10 الی 20 ویدیو 50K 40K ویدیوهایی که ویو پایینی دارن، لایکشون اونقدر بالا نیست و تو پیجای کوچیکی گذاشته شدن، مثلا تعداد ویو خیلی پایین تر از یا مساوی باشه با تعداد فالوور یا پایین تر از تعداد فالوور باشه. حواستون این نکته باشه. سیو میکنید، دوباره اکسپلور گردی طبق معمول 2 الی 4 ساعت زمان میذارید برای اکسپلور گردی و ویدیوهایی که ویو پایین دارن رو سیو میکنید. این از روز ششم. تمام. روز هفتم میایم همون ویدیوهایی که ویو پایین داشتن رو سیو کردیم، میایم 10 تا از اون ویدیوها رو آنالیز میکنیم. حالا میایم ایراد میگیریم از اون ویدیوها. دوباره یوزرنیم رو مینویسیم، تیتر ویدیو رو هم مینویسیم، بعد میایم ایراد میگیریم از اون ویدیو. چقدر نور ویدیو کم بود، چقدر به عنوان مثلا این رنگ اصلا این رنگ نمیخورد، لباسه تضاد نداشت با بک‌گراند، مثلا نکنید لباس من تضاد نداره با بک‌گراند. خب این یه نکته مثلا میتونه منفی باشه، ولی برای یه جاهایی هم میتونه خیلی مثبت باشه. و این نکات رو مینویسید، این ایرادات رو میگیرید، ایراد میگیرید تا میتونید ایراد بگیرید از اون ریلزه. بعد بیایم برگردیم به این نوشتاتون، میگید خب من باید خیلی تو رنگ دقت کنم، تو نور خیلی باید حواسم باشه. حواستون خیلی به این نکته باشه، خیلی زیاد. روز هفتم به پایان رسید. ما ایرادمون رو از ریلز ها گرفتیم، ما اومدیم خیلی کارها کردیم. میخوام بیام حالا سراغ روز هشتم. روز هشتم من میخوام یکم درگیرتون کنم با گرافیک پیج ها. خب روز هشتم شما بیاین چیکار کنید؟ پیج هایی که دارن کار گرافیک انجام میدن نیاز نیست داخل همون پیج ردیاب، چون که نمیخوام الگوریتم پیج به هم بریزه اگر کارتون اصلا مربوط به گرافیکی. بیاین 2-3 تا پیج گرافیک که دارن کار گرافیک انجام میدن رو آنالیز کنید و ببینید مثلا چه سبکی چه ترکیب رنگی استفاده میکنن و دوباره یوزرنیم بنویسید، گرافیک رو حتما انجام بدید و دوباره برگردید به پیج ردیاب. بیاین گرافیک پیج های رقباتون رو آنالیز کنید، کاور پست هاشون، کاور هایلایت هاشون و کلا توی اکسپلور هم میتونید دقت کنید. مثلا یه چی دیدید، یک مثلا ریلز دیدید که کاورش خیلی براتون جالب اومد، بیاین آنالیزش کنید، یوزرنیم اون پیج رو بنویسید، کاورش رو آنالیز کنید و کلا گرافیک پیج ها رو، کاور پیج ها رو آنالیز کنید. چقدر ترکیب رنگ این جالب بود. چون ما می‌خوایم الان رنگ پیج خودمون رو انتخاب کنیم، می‌خوایم ببینیم چه رنگی رو دوست داریم، چه رنگی به حوزه کاری ما میخوره. همه اینها رو باید بررسی کنیم. بچه توی ویدیوهای پایین من آموزش روانشناسی رنگ براتون گرفتم که خیلی میتونه براتون کاربردی باشه برای انتخاب رنگ حوزه کاریتون. دوباره طراحی با اینشات رو هم، طراحی یک کاور پست و کاور هایلایت رو هم من براتون آموزشش رو گرفتم، میتونید برید پایین نگاه کنید و یاد بگیرید. ویدیوهای پایین هستش و حتما دقت کنید به این مورد که آره به عنوان مثال گرافیکش و آنالیز کنید گرافیک رو. روز نهم میرسیم به روز نهم، باید کاور طراحی کنید. 3 تا از کاورهایی که خیلی براتون جذاب بوده، کاورهایی که خیلی دوستشون داشتید و اصلا کلا سبک اون کاور رو دوست داشتید رو در بیارید 3 الی 5 تا و نمونهش رو کاور بزنید. نمونه اون روز نهم کاور رو طراحی کنید و استفاده کنید از رنگ ها. حدود 3 تا کاور من ازتون میخوام روز نهم طراحی کنید تا دستتون بیاد. حالا من بلد نیستم چجوری کاور طراحی کنم دوستان. با 2 تا برنامه میتونید کاور پست طراحی کنید، اینشات و پیکسارت.
من خودم با این 2 تا برنامه کاور طراحی میکنم و گفتم آموزشش رو توی ویدیوهای پایین گذاشتم. با برنامه پیکسارت و اینشات میتونید کاورهاتون رو طراحی کنید و خیلی هم میتونه حرفه‌ای باشه. فقط نیازه که کمی خلاقیت داشته باشید و کاورتون رو طراحی کنید. و بچه‌ها روز دهم هم به همین شکل. روز دهم 3 تا کاور که روز 9 طراحی کردیم، روز دهم هم دوباره باید بیاین چیکار کنید؟ روز دهم باید بیاین دوباره کاور بررسی کنید. و بچه‌ها دوباره مجددا روز دهم باید بیاین کاور آنالیز کنید. چند تا کاور جدید که خیلی دوست دارین رو پیدا کنید، آنالیزشون کنید. یعنی حدود 50 تا کاور شما باید روز 8 آنالیز کنید. 50 تا کاور روز دهم باید آنالیز بشه. اوکی؟ و همین دوستان، این از 10 روز اول. 10 روز اول رو از همین الان شروع کن. ویدیوشو قراره 2 روز دیگه براتون بذارم، ویدیو پارت 2 قراره 2 روز دیگه بعد از این ویدیو گذاشته بشه. حتما از همین الان برو شروع کن و برنامه رو انجام بده. دوباره ویدیوی دوم گذاشته شد، برو دوباره 10 روز بعد رو انجام بده و مطمئنا خیلی میتونه بهتون کمک کنه. فقط عمل کنید.